شکل اتاق من جوری بود که جلوی اتاق بابام قرار می گرفت. ما یه گیاه نیشکر کوچیک داشتیم که به خاطر اینکه یه کمی جلوتر از اون یه کمد بود، هیچ نوری به اون گیاه نمی رسید. برای همین قضیه هیچ نور لامپی از اتاق دیگه یا نورهای بیرون وقتی که شب بود به اتاق منم نمی رسید. من سال 4 دبیرستان بودم و تلاش می کردم که بخوابم، اما نمی تونستم. تا حالا حس کردید که کسی داره بهتون نگاه می کنه؟ من دقیقاً همین حس رو داشتم و نمیتونستم که خودمو از شر این حس خلاص کنم. حس میکردم اون چیزی که داره بهم نگاه میکنه خیلی خطرناکه. چشمو باز کردم و چشم افتاد طرف تاریکی مطلق اتاق. بدنم مرمور شد ولی به خودم گفتم که هیچی نیست و فقط داری خیال بافی میکنی. چشمو دوباره بستم و تلاش کردم که بخوابم. اما این حسی که منو نگران و مضطربم کرده بود ولم نمیکرد. بعد از اون صدای کشیده شدن یک کفش رو روی زمین شنیدم. صدایی که از فشار اومدن روی زمین وقتی که پامونو میذاریم میاد. دوباره چشام رو باز کردم و یه سایه‌ای توی گوشه دیگه اتاقم دیدم. از ترس شروع کردم به لرزیدن و پتو رو کشیدم روی سرم و بدنم رو جمع کردم. امیدوار بودم که اون موجود نزدیک من نیاد. من میدونم که اون خیال نبود و خواب هم نمیدیدم. و حتی همین الان هم که بهش فکر میکنم ترس همه وجودم رو میگیره. این برای اولین بار بود که با کل خانواده رفته بودیم کمپینگ. من اون موقع 18 سالم بود ولی فکر کنم علت کمپینگ رفتن ما فقط به خاطر خواهر برادر دوقلوم بود که اون زمان 11 سالشون بود. وسطای ماه ژانویه بود و منم خیلی هیجان زده بودم. ما راه افتادیم و رفتیم به یه محل خیلی دور و معروف که برای کمپینگ بود. بابا ماشین رو کنار جاده خلوت پارک کرد و ما حدود 3 کیلومتر داخل جنگل پیاده روی کردیم تا یه جای خوب تو جنگل پیدا کنیم. ما 2 تا چادر نصب کردیم، یکی برای من و خواهر برادرم و یکی هم برای مامان بابا. وقتی که شب شد من اصلا خوابم نمی برد. به کیسه خواب عادت نداشتم و هر کاری هم می کردم کج بودن زمین اذیتم می کرد. من خوابم نمی برد و هرچند خودم رو به این طرف اون طرف می چرخوندم جام راحت نمی شد. تو اون لحظه خیلی وقت بود که خواهر برادرم خوابیده بودن که صدای باز شدن زیپ چادر رو شنیدم. نگاه کردم و یه نفر رو دیدم که داره به داخل چادر نگاه میکنه. ولی نمیتونستم ببینم که کی بود. آروم گفتم بابا. کسی که داشت به ما نگاه میکرد سرش از دید من برد بیرون. بابا دوباره گفتم. اون شخص زیپ چادر رو کشید و سریع از ما دور شد. من خیلی گیج شدم. مطمئن بودم که یا مامانم و یا بابام اومدن که ببینم وضعیت ما چطوریه. برای همین از چادر خودم بیرون اومدم و رفتم طرف چادر مامان بابا. چادرشون رو باز کردم و رفتم داخل. مامان بابام تو کیسه خوابهاشون خوابیده بودن. بابامو تکون دادم تا بیدار بشه. تو الان اومدی زیپ چادر ما رو باز کردی؟ و اون با خواب‌آلودگی گفت نه. وقتی دیدم بابام واقعا خواب بود یه ترس عجیبی وجودم رو گرفت و انگار که کل بدنم یخ زد. نمیدونم که مامان بابام حرف من رو جدی گرفتن یا نه، ولی حتی اگه جدی هم گرفتن یادم میاد که اون شب حتی من 1 دقیقه هم نخوابیدم. والدین من تو ماحصل به کی وست سفر کرده بودن. وقتی به هتل رسیدن و وارد اتاقشون شدن، بهشون گفتن که اتاقی که برای شما در نظر گرفتیم سیگار کشیدن توش ممنوعه. اما چون بابام سیگاری بود، اونا درخواست یه اتاق دیگر رو کردن. اونا هم قبول کردن و یه اتاق دیگه بهشون دادن. وقتی برای رفتن به اتاق جدید از آسانسور اومدن بیرون، بوی شدید رنگ ساختمون همه جا رو گرفته بود و همه جا رو هم لوازم رنگکاری پر کرده بود.
وقتی مامان بابام از کنار نقاش رد شدن بهش سلام کردم، ولی اونجوری رفتار کرد که انگار هیچ کسی جز خودش اونجا نیست. وقتی که به اتاق جدیدشون رسیدن، بوی رنگ تازه توی اتاق هم خیلی شدید بود و به حدی بود که دیگه قابل تحمل نبود. برای همین تصمیم گرفتم به میز پذیرش برن تا اتاقشون رو عوض کنه. وقتی وضعیت رو به پرسنل هتل توضیح دادن، اون خیلی گیج میشه و بهشون میگه که ما هیچ برنامه‌ای برای رنگ کردن اون طبقه رو نداریم. ولی با این حال با درخواستشون موافقت میکنه و اتاقشون رو عوض میکنه. ما با ما برمیگردن طرف اتاق خودشون تا وسایلشون رو بردارن. وقتی 10 دقیقه بعد به اتاقشون برمیگردن، اون نقاش و تمام وسایلی که اونجا بود به طور کامل ناپدید شده بود و بوی رنگ هم کاملا از بین رفته بود. تو این لحظه مامان بابام خیلی ترسیده بودن، ولی چون هیچ توضیحی نداشتن این قضیه رو به کسی نگفتن. صبح روز بعد وقتی به قسمت صبحانه هتل رفتن، صحبت یه راهنمای تور رو که با چند نفر دیگه صحبت میکرد رو شنیدن و دیدن که اون تور لیدر دقیقاً داره در مورد همون طبقه صحبت میکنه. مامان بابام وایسادن تا به حرفاش گوش بدن. ظاهراً چند وقت پیش یه نقاش همون طبقه رو داشته نقاشی میکرده و از فضای آسانسور سقوط میکنه و جون خودش رو از دست میده. والدین من معمولاً به این چیزا اعتقادی نداشتن، ولی بعد از این قضیه همیشه در مورد اینجور چیزا تردید به خرج میدادن.